شنوندگان عزیز و آنهایی که این لحظه گوش به موج رادیوی تاجیکستان دارد، چون هر وقت در همین وقت و ساعت پیشنهاد شما از برنامه فصاحت کلام مستقیما روی همین موج. روز ما تصمیم گرفتیم در برنامه راجع به تاثیر سخن در رشد ذهنی انسان سخن بگوییم. استاد با امراد شریف زاده رو به استودیو دعوت نمودیم. بعد سخن میگوید یا سخن است که فکر رو با وجود میآورد و رونق میبخشد؟ سخن از عرشی برین آمده است، بری پاکان به زمین آمده است. یک فضیلت انسان هم سخنگویی او است. برای همین هم درباره اینکه سخن از آسمان ها آمده است شاعران خیلی زیاد گفتند. ابن سینا برای شفای انسان سه چیز رو گذاشته است: یکم سخن، دوم گیاه و سوم تیغ. حتی با سخن همه گونه بیماری را شفا بخشیده است. وقتی که کاملا عاجز مان از هر دو این چیز، بعد تیغ رو به دست میگیرد و جوابی میگیرد. خط عالم و تاریخ و اساطیر و دین و مذهب نظر میکنیم، همون کن فیکون بینید سخن است. سخن همون وقت تاثیر دارد که از طریق فکر و رؤیت سرچشمه گرفته است. در حقیقت در داور بود اونجا نوشته شده بود که تا توانی بالها را گم مکن. بالهای نام همون آشخانه ترغیب خود را کردن، بالهای همین آشخانه را گم مکن. سبب همین را استاد در چه شرح دادن ممکن است؟ ندانستن ارزش سخن، احترام نگذاشتن به سخن بزرگان. سبب این فکر بکنم در این بیتی که شما خواندید از استاد ترسموده، در اصل تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. نامی آشخانه را اگر گفته باشه در این شکل که شما خواندید کاملا از دیدگاه وزن هم غلط است. سببش بی‌معرفتی، جهالت است، بی‌ذوقی است.